اگر به یاد داشته باشید شخصی به نام ابن مالک مدتها پیش، تقریبا شاید 1 سال قبل، تماس می گرفت به شبکه و با ما صحبت می کرد و توهین ها و اهانت هایی هم کرده بود که بعد از توهینش به صحابه ما تماس ایشون رو دیگه وصل نکردیم به استودیو و بعد از وصل نکردن تماس ایشون اومد و در پیامگیر شبکه توهین ها و اهانت هایی به ما و کارمندان شبکه کرد که من خدمتون پخش میکنم اینا رو. با سلام و عرض ادب و احترام. لازم به ذکر است که شما لازم به شکر است شما بی‌ناموس و زن، اگر زن نبیدین وهابی نمیشدین. بی‌ناموس تو دهن همت دیوسا خانم کشی بی همه چیز راست میگین، بین مناظره کنین. دیوسا خرم دنگا انصاری بی همه چیز دن بتادید کنم. انصاری سلفی وهابی اموی تا حالا از فحش‌های ابن مالک در امان بودی. فحش‌های ابن مالک سوزناک است. کاری سر ملازاده آوردم که اشک میریخت، گریه میکرد، نفرین من میکرد. از حالا خودت را برای فحش‌ها، برای ناسزاها، برای لعنا و نفرینها آماده کن. ملحد ملعون ولد مشرک. تو اگر ولد نبودی با اهل بیت در نمی افتادی. ملحد ملعون مفلس، تازه به جایی رسیده، نو کیسه انگلیس، ملحد لامذهب بی همه چیز. و در این مدت شاید بیش از 20-25 فحشنامه دیگه هم ایشون فرستادن. یک نمونه دیگرش هم پخش میکنم خدمتون. انصاری ملعون خبیث وهابی، شماره به هر نامرد وهابی. اینا نمونه‌ای از فحش‌هایی بود که به علت یعنی کلمات زشتی که استفاده شده ما بعضیش سانسور کردیم، بعضیش اصلا قابل پخش نیست. یعنی چیزی نبود که انسان بخواد اونو پخش بکنه، همش باید سانسور میشد. اما ایشون بعد از 1 سال تقریبا پیام جدیدی برای ما فرستادن که پریروز تقریبا دوستان از بخش رابطه عمومی به من دادن این پیام رو که جا داره اینجا پخشش بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب انصاری، از بنده خواستی که به خاطر فحاشی ها و توهیناتی که به کارمندان شبکه مصالح شده معذرت خواهی کنم. بنده چون الفاظ فحش‌های خوبی ندادم و این فحش‌ها صحیح نیست و هیچ فحشی صحیح نیست و رسول خدا فرموده الجنت حرام علی کل فحاش. از باب مسئله اخلاقی و مسلمانی معذرت میخوام و تکرار نمیکنم دیگه، فحش نمیدم و اشتباه کردم و شما از باب اخلاقی عذر بنده را بپذیرید و طبق آیه قرآن که میگوید خذ العفو وأمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین عفو کنید. از باب مسائل اخلاقی شما درسته که افکار سلفی دارید و اموی دارید، اما باز هم ما شما را مسلمان میدانیم و حکم طهارت بر شما صدق میکنه و گوینده لا اله الا الله هستید و اقرار کننده به نبوت رسول خدا هستید، با اینکه با ما تضاد اخلاقی و اعتقادی فراوان دارید. اما بندم از شما میخوام که شما هم توهین به معظم شیعه نکنید، شما هم توهین به مقدسات شیعه نکنید. حالا طبق قولی که دارید، پس اگر براتون امکان داره به من اجازه بدید ما مانند گذشته با هم مباحثاتی داشته باشیم، اسمش هم مناظره نمیذاریم. ما اگر دلتون قبول میکنه دلتون با شیعه صاف کنید. ما کینه شخصی با کسی نداریم و دعا میکنیم که خداوند وحدت قلوب بین تمام مسلمین ایجاد کنه، از حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی،
سلفی همه مسلمان با هم بشن و از تکفیر همدیگه دست بردارن و همدیگه رو تکفیر نکنند و همدیگه توهین نکنند. اشتباه میکنه، انسان عصبانی میشه و اشتباه بزرگی هم بود و به من هم ایراد گرفته شد. خیلی ها با تند شدن که چرا آقا توهین کردی، شیعه زیر سوال میره. و منم اقرار میکنم که اشتباه کردم و اشتباه بزرگی کردم و تکرار نمیشه و خودم هم ناراحت شدم علاوه وجدانی که چرا این کار کردم. شیطان مسلط میشه بر انسان، هوای نفس مسلط میشه بر انسان، تعصبات مذهبی باعث میشه که انسان عصبانی بشه و ما باید بیشتر دعا کنیم به هم دیگه و همینطور که در سوره هم دعا میکنیم که خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. منم از خدا میخوام که دل شما هم روز به روز با اهل بیت بیشتر گرم بشه و شما هم با برادران شیعه بیشتر بجوشید و نگذاریم که دشمنان اسلام مثل اسرائیل، آمریکا، صهیونیسم، یهود ما را به جان هم بیندازن. با هم بحث کنیم، با هم بحث اعتقادی داشته باشیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطیبین الطاهرین. بله، این پیام اخیر ایشون بود. بر صورت ما قبول میکنیم این عذر ایشون رو و امیدواریم که بار دیگه تکرار نشه. اما در مورد صحبت کردن و بحث کردن به عنوان یک بیننده عادی، همونطوری که بقیه بیننده وقت میدیم، به شما به عنوان یک بیننده فقط وقت داده میشه. 1 دقیقه 2 دقیقه مطلبی رو مطرح میکنید، ما جوابشو میدیم و بس سلام. تماس هم که میگیرید با همین شماره‌ای که پیام صوتی فرستادید که آخرش 401 است، فقط با همین شماره زنگ بزنید، شماره‌تون عوض نکنید و با شماره دیگری زنگ بزنید، اون شماره‌تون بلاک میشه. و در مورد توهین، ما هیچ وقت به مقدسات شما توهین نکردیم. بیارید در طول تاریخ اهل سنت، عموم مسلمان ها، کسی به سیدنا علی تا امام 11 به کسی از اینها توهین کرده باشن، اهانت کرده باشن، بلکه ما محبت اهل بیت و محبت این بزرگواران رو جز ایمانمون میدونیم. یعنی وقتی که من به موسی کاظم، محمد باقر، جعفر صادق، علی ابن الحسین، به امام حسن، امام حسین، به امام علی، به اینها محبت دارم عبادت انجام میدم، قربتاً الی الله این محبت رو دارم و این محبت جز ایمان ماست، جز عقیده ماست. وقتی که ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان میآوریم، رسالتش رو قبول میکنیم، محبت به اهل بیت بزرگواریشون جزی از ایمان و اعتقاد ماست. محبت به همسرانشون که یعنی اهل بیت درجه 1 رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، محبت به فرزندانشون، محبت به سیدة النساء العالمین فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها جز ایمان و اعتقاد ماست. ما هیچ وقت به اینا توهین نکردیم. اما اونایی که توهین میکنن به اهل بیت، توهین میکنن به مقدسات اسلام، شما رو به خدا ما به کلینی چی گفتیم؟ گفتیم زندیق. خب زندیق است. وقتی کسی بگه که قرآن تحریف شده، شما چی میخواید بهش بگید؟ بهش میخواید بگید حضرت آیت الله العظما، حضرت حجت الاسلام و المسلمین میگه قرآن 17,000 آیت است. به کسی که به ابوبکر و عمر و عثمان لعن و نفرین فرستادن رو جایز میدونه، چه بگیم بهش؟ به مجلسی که باب زده، بزرگترین باب در کتاب بهارالانوار، که باب کفر ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و غیره، خب به این انسان چی میخوای بگید؟ به خمینی که در کتابش به حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه و اصحاب پیامبر میگه که نجستر از سگ‌ها و خوک‌ها هستن، به این شما چی میخواید بگید؟ اما اونایی که مقدسات هستن، اهل بیت پیامبر هستن، ما به اونها احترام داریم، به اونها ایمان داریم و محبت اونها، دوستی به اونها جز ایمان و اعتقاد ماست و هرگز ما توهینی به اونها نکردیم و نخواهیم کرد. و همونطوری که گفتم به عنوان یک بیننده عادی اگر میخواید با باب گفتگو باز است، اما اگر میخواید گفتگوی رسمی داشته باشید، مناظره داشته باشید، ما شرطمون رو در هفته گذشته رسما اعلان کردیم که هر کسی که دوست داره با شبکه جانی وصال حق
در این برنامه یا در دیگر برنامه‌ها با ما بحث و گفتگو داشته باشه یا مناظره داشته باشه. شرط ما همین است که مدارک تحصیلیشو بفرسته، کاپی پاسپورت، کاپی شناسنامه و کارت ملیشو بفرسته تا ما بدونیم طرف ما کی است. یعنی ما این مدارک رو که وقتی می‌خوایم، جریان مناظره با یا گفتگو با شریفی رو که همه به یاد دارید، قبل از اینکه شکست بخوره گفتن نماینده تام الاختیار ماست، هر چی که ایشون بگه ما مسئولیتش رو میپذیریم. وقتی که شکست خورد اومدن گفتن که بابا ما آیت الله داریم، حجت الاسلام داریم، طلبه داریم، فلان داریم. الان این چه لوله کشی است که به ما هیچ ربطی نداره، بیننده یادی است. ما نمیخوایم که وقت خودمون رو با کسایی تلف بکنیم که فردا اگر شکست خوردن بگن خب این انسان عادی است، لوله کشی است و سیم کشی است و نمیدونم فلان است. اما اگر پیروز شدن بگن بله یکی از بینندگان ما، یک شیعی عادی بر یک شبکه مثلا وهابی یا اسمی که میگذارن پیروز شده. مدرکشون رو بفرستن و ما بدونیم که طرف در چه سطحی از سواد قرار داره و شرط اساسی ما این است که با صدا و تصویر و از طریق اسکایپ بیان. مدارک آدرس اسکایپشون رو به ایمیل ansari@wasalfa.tv که احمد جان زیرنویس خواهند کرد یا به همین ایمیل live@wasalfa.tv بفرستن و ما انشاءالله تماس خواهیم گرفت و شروط مناظره و گفتگو و وقتش رو تعیین خواهیم کرد.